اینو باید یاد بگیری توی این خاتمیه با هم بخونیم. هر جا گیر کردی گرفتار شدی اینو با خودت بخونی دلت آروم میگیره. ای مادر من امید اول و آخر من، ای مادر من چادرت سایه سر من، دعای تو یار و یاور من، تو اینجا از همه بهتر من. ای مادر من سر نماز شبت همیشه با گریه یادم کردی، نگران منی، هی دنبالم میگردی، ممنونتم من تا ابد مدیونتم. سیدت زهرا مولات زهرا، سیدت زهرا مولات زهرا، تو مادر محترم سادات زهرا. صل علی زهرا نور خدا زهرا، حرز علی ابن ابی طالب یا زهرا، حرز علی ابن ابی طالب یا زهرا. مادرم فاطمه، مادرم فاطمه، مادرم فاطمه. امام باقر فرمود هر کسی نمیتونه اینطوری بگه ها. جونم به فدا، چی میشه سر بذارم روی پات، قربون اون پای زخمیت مادر. جونم به فدا، چی میشه سر بذارم روی پات، جونم به فدات، چی میشه که باشم از شهدا، دارو ندارم گوش نگات، هوامو داری رو پل صراط. جونم به فدات، گوشه چادر تو میگیرم، از سختی آرد میشم، حلالم کن اگه گاهی وقتا بد میشم. تو مادری من بچتم پس میگذری، عشق منی مادر، جان و تنی مادر، منو ببین تو حلقه سینه زنی مادر. دارم میگم هیدر قدم قدم هیدر، دارم میگم هیدر قدم قدم هیدر، امام من تنها به خدا قسم هیدر. یا علی یا هیدر